بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر. برادران عزیز، الله متعال چی زیبا فرموده در این آیه در مورد انفاق، حال و شأن نفقات کسانی که خرج میکنند مالهای خودشان را برای طلب رضایت حضرت الهی، نه برای اغراض نفسی و مقاصد شهوانی، و به صورت ثبات و سکون و اطمینان و اخلاص که صادر از نفس باشد، یعنی به کمال رضایت و میل طبیعی و خوشی قلبی صدقه نموده باشند. یعنی صدقه منشأش رضایت خدا و هدف ما رضایت پروردگار باید بوده باشد، زیرا که همه عبادات، به خصوص عبادات مالیه که نفس انسانی به محبت مال علاقه بارزی دارد، هر محبت به مال غریزه انسانی است و انسان طبعا مال را دوست دارد و طبعا از انفاق مال نفرت مجویی. اگر به ثبات قلب و خوشی طبع و پاکی نفس همان عبادات را انجام داده می شود، از ثمرات آن عبادت بهره بلندی می بردارد. این منظوری که صدقات ما قلبی باشه و منشأش رضای حضرت الهی باشه و ما میتونیم که از این صدقه ثمره زیادی به دست بیاوریم. و هر عبادتی که به ثبات و اخلاص و شوق و محبت صورت نمیگیرد، بل به قسم رضایت و به آرامی قلب انجام داده می شود، فایده نداشته و ترک آن بهتر است. همان عبادتی که رضای پروردگار در او نباشه و سکون قلبی در او نباشه، با خشوع خضوع نباشه، از او کرده ترکش بهتر است. و پرداخت چنین نفقه‌ای که به مثل حال و شان باغ است، همین نفقه‌ای که ما میپردازیم به طور حال و شان باغ است که واقعی باشد به مقام بلندی که از حیث به ثمره دادن اشجار گوارا باشد. یعنی مثال داده پروردگار به باغی را که شما ببینین در یک بلندی، در یک جای مرتفع باغی باشه و از لحاظ آب و هوا و خاکش مساعد باشه و باران پروردگار هم در اوجا رحمت خداوند برویه و این چیزی با ثمره میده. این باغی که شخص داره وقتی که از مال ای باغ، از ثمره ای باغ، از عایدات این باغ نفقه میپردازه، به سایرین کمک میکنه و خداوند رحمتش نازل میکنه و این بهترین ثمره را برش میده. و حتی شبنم به مثل یک شبنم هم که باشه ثمره بهتری برای از این میده. رسیدن آن باغ را باران سخت و شدید پس آورد آن باغ ثمر و میوه های خود را دو چندان دیگر اوقات. این زمانی که انسان در یک جای مرتفع باغی داره و به اثر باران و یا شبنم که رحمت پروردگار است میریزه و این عایدات باغ زیاد میشه، نفقه دادن عین حیثیت را دارد. زمان چی کم باشه چی زیاد باشه، زمانی که انسان نفقه میپردازه به خاطر رضای پروردگار و به مثلی که رحمت پروردگار از بالا آمد و عاید باغ بیشتر کرد و این هم عاید شخصی نفقه دهنده را بیشتر میکنه. پس اگر نمیرسد آن باغ را باران سخت، پس کافی است آن را تلف، یعنی که شبنم، زیرا که مقام مرتفع و بلند خالی از شبنم نمی باشد. یعنی به هر صورت باغ مذکور ثمر و میوه مفید خود را میدهد و حضرت الهی به همه اعمال شمایان بیناست. هر عملی خیر و شری که ما انجام میدیم، خالق کائنات حضرت رب العزت به او آگاست و میفهمه که ما نیتمان چگونه هست. بنابراین
همین انفاق را خداوند در 7 آیات حکیمانه و آداب راسخانه مؤکد و مزین می سازد. 1. در این انفاقی که ما میکنیم باید ترک ریا و خودنمایی و ترک مقاصد نفسانی و اغراض شهوانی باید وجود داشته باشه. ریاکاری قطعا باید نباشه. 2. اجتناب از منتگذاری و آزار و اذیت رسانی با کسانی که ما کمک میکنیم، صدقه میتیم، انفاق میکنیم، منتگذار دیگر نباشیم و صدقه را طوری بودیم که باعث آزار و اذیت این مساکین و فقرا نشوه انشاءالله. 3. در انفاق اندیشه فقر و ناداری را در دل نپروریدن، یعنی وقتی که ما انفاق میکنیم در این فکر نباشیم که ما نادار میشیم، ما غریب میشیم، چنانچه که شیطان داخلی و خارجی انسان را به فقر و ناداری میترساند. شیطان همیشه در کمین هست و ما را از این میترساند که شما نفقه نتین که نادار میشین، بے پول میشین، بے پیسه میشین و خودتون فقیر میشین. اینها تشویقای شیطانی هستند، دنبالی از یا باید نگردیم و خوف و هراسی نداشته باشیم و به کنز و امساک اموال امر می نماید ما را که ما به این جواب منفی بودیم و به نفقه خود طبق دستور پروردگار ادامه بودیم. 4. فهمیدن و دانستن آن که انفاق مال از حکمت عملی است. کسی که حکمت را درک می کند و به دست می آورد به تحقیق خیلی کثیری را درک کرده است، هم از آن که این حکمت علمی باشد و یا حکمت عملی. 5. آن که در صدقات حیله، تظاهر و معامله فریبکارانه نباید کرد که بهترین مال خود را نگاه داشته و از خرابترین مال خود صدقات می دهد. نه، وقتی کسی صدقه می ده بهترین مال خود را، بهترین دارایی خود را، از امون دارایی که آنچه که به خود میپسنده به دیگرها بپسنده و صدقه بوده انفاق بکنه، این بهتر است و دستوری پروردگار هست. 6. اگر آشکارا صدقات میدهید و یا پنهان، صدقه آشکار و صدقه پنهان را اردور قرآن ستوده، اشکالی نداره از لحاظ شرعی. هر کدام یکی را که مناسب به مقتضای وقت و زمان اختیار میکند این درست است، محمود است، کاری نیک هست. وقتی که ما برنامه های خود از طریق صفحات مجازی نشر میکنیم به منظوری ترویج فرهنگ تعاون و همکاری، بعضی از برادرهای ما انتقاد میکنن که شما چرا این را نشر میکنین. ما انتقاد پذیر هستیم و دستاندرکاران بنیاد خیریه امید حیات، مؤسسین و بنیانگذار بنیاد خیریه امید حیات یک شخص خیر و انتقاد پذیر بوده و هست. بناهن ما اینطور استدلال میکنیم که مطابق به شرایط زمان در شرایط فعلی ما بتانیم تصویری از فقرا را بر رخ جهان، بر رخ مردمای تجار و اهل خیر بکشانیم تا آنها بتانند دست اینها را بگیرن و برای ازیا کمک بکنند. و از طرف دیگر مطابق به اساسنامه بنیاد ما فرهنگ تعاون و همکاری را، بخصوص فرهنگ همکاری عملی را در جامعه ترویج بسازیم. به همین منظور ما ایره به دست نشر میسپاریم و از سوی دیگر ما بتانیم شفافیت و حسابدهی را بیشتر بسازیم با مستندسازی و نشر برنامه های ما. و چنین نباید کرد که از خوف ریاکاری کلیت صدقات را ترک میکنید که این فکر زلالت و گمراهی است، زیرا که قصد ریا و عدم ریا تنها به نیت و اختیار خود شماست. لازم است که از نقیصه ریا بپرهیزیم. 7. باید مصارف صدقات را خوب غور کرده شناخته باشیم. وقتی که ما میگیم مصارف صدقات را خوب غور بکنیم و بشناسیم به این معنا که تیم کاری و سروی ما الحمدلله با بسیار تلاش و زحمت ما در فکری ازی هستیم. اهداف برنامه ما ای است که ما از بین مستحق، مستحقتر و مستحقترین، اما مستحقترینش باید پیدا بکنیم و تفکیک بکنیم بین فقرا و مساکین. ما داریم کسایی را که
شغلی دارند یا انسانهایی هستند که سوال نمی کنند و دست به خیر و خیرات پیش نمی کنند تا برای از اونها چیزی خیرات داده شود. مثلا کسایی هستند که شب و روز عمر خود را به خاطر تحصیل فنون و علوم، تعلیم و تربیت و به خاطر کسب رضای پروردگار مصروف می دارند و از کسی هیچ سوال نمی کنند. در ظاهری تو گمان می شود که آنها هیچ احتیاجی ندارند و به همین گمان برای آنها ما صدقه هم نمی دهیم و چنین باید نکنیم. چنین افراد و اشخاص مستحق ترین باید ما تشخیص بکنیم و برای از او کمک ان شاء الله تعالی که برسانیم و من الله توفیق.